یه نصیحت به خانوما برا به اعصابتون روغن بمالید که شوهرتون خواست روش راه بره با صورت بخور زمین دلتون خنک شه. کوچولو چرا اعصابت خورده؟ اینقدر بدم میاد وسط غیبت میگید ولش کن، به ما چه، به ما مربوطه، ما فضولی. خطاب به فامیلای شوهرم: منو نیاز نیست جادو جنبل کنید، وصلت با شماها برام کافی بود که زندگیمو به فنا بدم. نظرت راجع به عطر مردونه چیه؟ عطرای مردونه ماندگاریش بیشتر از خود مرداست. کوچولو چی شده؟ ما پوستمون کلفته داریم ادامه میدیم و گرنه این زندگی رو جلو سگ بندازی گردن نمیگیره. سفید 100 تومن، سرخ و سفید 300 تومن، حالا که رسید به سبزه. هر چی بگی میارزه. واسه دوست پسرت رفتی پیش دعا، نویس چی گفت؟ گفت ولش کن، نمیارزه واسه این هزینه کنی.